خیانت منصبدار و عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان به مالکیت دولتی. ایران تاکید کرده بوده است که از پهپادهایش در مناقشه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان استفاده نشود. روسیه مجبور شد ساحل راست دنیپر در خرسان را به اوکراین واگذار کند. امامعلی رحمان از فهرست 500 مسلمان تاثیرگذار برای سال 2023 بیرون کرده شد. یک عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، دیرکتور مؤسسه دولتی رکلامه بیرونه و آرایشی شهر کولاب، مراد جان محمدالله، متهم به دزدی غارت اموال دولتی شد. اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا خبر داد که مراد جان محمدالله در دوره فعالیت کاریش 184,039 سومانی را تصرف نموده به منفعت شخصیش صرف کرده است. در گزارش اگنتی گفته شده است که از حساب مبلغ‌های بودجتی و مبلغ‌های مخصوص مؤسسه مبلغ عمومی 513,365 سومانی را همچون مبلغ‌های زیر حساب گرفته. از این مبلغ 329,326 سومانیش را برای تأمین نمودن موادهای رکلاموی و دیگر مال و اشیاهای لازمه خراجات کرده است. مبلغ باقی مانده 184,039 سومانی را تصرف نموده به منفعت شخصیش صرف کرده است که در نتیجه به دولت ضرری کلان مالی رسیده است. آید به حالت مذکور نسبت مراد جان محمدالله، عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، پرونده جنایی باز شده با این خائنیش او را از 10 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با وزیر دفاع قرقیزستان گفته است که پهپادهای ارسال شده به تاجیکستان تهاجمی نیستند و هنگام مناقشه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان، جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان گفته است که از پهپادهای ایرانی در این مناقشه استفاده نکند. طور خبرگزاری اسنا و دیگر رسانه‌های ایرانی اطلاع داده‌اند سردار سرلشکری پاسدار ایران محمد باقری به وزیر دفاع قرقیزستان گفته است که ایران آماده حل اختلافات قرقیزستان و تاجیکستان است. سرلشکر باقری در این گفتگو آمادگی ایران را برای توسعه همکاری‌های دفاعی در ابعاد مختلف آموزشی، عملیاتی و اطلاعاتی اظهار کرده است. همچنین باقری گفته است که جمهوری اسلامی ایران همواره برای هر گونه کمک در جهت حل مسالمت‌آمیز و جلوگیری از هر گونه درگیری آماده است. سرلشکر باقری راجع به موضوع استحصال پهپادهای ایرانی در تاجیکستان گفته است که پهپادهای ابابیل 2 صرفاً دارای قابلیت شناسایی میباشند و این گونه پهپادها مجهز به تسلیحات و تجهیزات تهاجمی نمیباشند و در درگیری مرزی بین جمهوری قرقیزستان با تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران همواره در خصوص استفاده نشدن آنها در مناقشه ها بین دو کشور به نیروهای مسلح تاجیکستان تاکید کرده اند. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو به فرمانده گروه مشترک نیروهای روسیه سرگئی سورویکین دستور داد که برای انتقال بخطر نیروهای متحد در سمت خرسان از طرف راست به طرف چپ دنیپر تمام چاره‌ها را اندیشد. در سپارش گفته شده است که از برآوردن قشون‌ها شروع کرده برای حیات شخصی، اسلحه و تکنیک را از دریای دنیپر بی ضرر گذرانیدن تمام چاره‌ها اندیشیده شود. سورویکین به شویگو خبر داده که پس از بهادهی همه طرفه وضعیت خط محاربه گذشتن به خط مدافع در ساحل چپ پیشنهاد کرده می شود. گنرال این تصمیم را مشکل نامیده اما تاکید کرده است که به شرافت این امکان نجات جان سربازان روس و توانایی جنگی نیروها امکان پذیر می شود. سورویکین گفته که در ساحل راست نگاه داشتن نظامی ها بیهوده می باشد. وی توضیح داده است که مانور قشون‌ها در آینده نزدیک انجام داده می شود. قسم‌ها و جزء اتم‌ها در ساحل چپ دریای دنیپر خط دفاع و موقع‌های تحریزی شده را اشغال می کنند. پژوهشگاه اسلامی عمان امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان را این دفعه از فهرست جدیدی 500 مسلمان تاثیرگذار برای سال 2023 بیرون کرد. به فهرست نوی 500 مسلمان تاثیرگذار برای سال 2023 از تاجیکستان فقط سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان شامل شده است که در زینه 146 قرار دارد. عبدالقادرزاده سال گذشته هم در این فهرست در جای 141 بود.
امسال 5 زینه ریتینگش فرآمده است. امام الرحمن که در گذشته 7 سال پی هم در رده تاثیرگذارترین مسلمان ها ذکر شده بود، در فهرست قبلی در زینه 133 قرار داشت. در ضمن پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف تازه به این فهرست راه یافته در زینه 139 قرار دارد. از قزاقستان نیز دو نماینده نو آوازخوان دمش و پرزیدنت قاسم جمعت توقیف وارد شدند که اولی در زینه 183 و دومی در مقام 138 جای گرفت. در صدر فهرست جدید شاه عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز و در پی او رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای جای گرفته‌اند. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در زینه سیوم و رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه در مقام چهارم قرار گرفته‌اند. پنجگانه اول را شاه اردن عبدالله دو ابن حسین الهاشمی جنبست کرده است. همچنین آقاخان چهارم امام اسماعیلیان جهان در 50 گانه تاثیرگذارترین مسلمان‌های جهان یک قدم پیش رفته در زینه 29 قرار گرفته است. از روسیه به این فهرست حبیب نور محمدوف رزمیکار داغستانی وارد شده است که در زینه 119 جای دارد. پرزیدنت چچنستان رمزان قادیروف در زینه 139 و رویل گینالدین مفتی روسیه در زینه 129 قرار گرفته است. فوتبالباز مصری کلوب انگلیسی لیورپول محمد صلاح در زینه 39 جای گرفته است. در همین حال رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده در زینه 49 قرار گرفت. یادآور می‌شویم که فهرست تاپ 500 از بانفوذترین مسلمانان جهان سر از سال 2009 همه ساله نشر می‌شود. در گذشته محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز 2 مراتبه به این فهرست شامل شده بود.